ҳар паямбар дуое дорад ки бо он дуо мекунад: ман мехоҳам дуои ҳаққи худамро ҳамчун шафоат барои умматам дар охират гирифта монам. درود و رحمت خدا باد بر پیامبر. هر پیامبر دعا داشته است که آن را استفاده برده است، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند دعای خود را برای امتانشان گرفته ماندند. حق دعای خود را برای امت به روزی گرفته ماندند که در آن امت از همه بیش به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم محتاج می شوند. من پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بودند؟ با امت خود چه خیل غمخواری میکردند؟ رحم و شفقت داشتند. دعای حق خود را برای امت گرفته ماندند. خود از آن استفاده نکردند. برای اهلشان استفاده نکردند، بلکه آن را برای همه امت گرفته ماندند. از خدا میپرسیم که به پیامبرش صلوات بی پایان فرسته، صلواتی که باعث رضای خدا می شود، باعث رضای پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود. در این رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم مضمون آیت کریمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم به طور مجلا دیده می شود. همین مهر و شفقتشان نسبت به امت بود که دعای حق خود را به امت برای روزی که در آن خیلی به آن محتاج می شود گرفته ماندند. انا پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بودند؟ من مهرشان چه خیل بود؟ مهربان و غمخوار و دلسوز این امت بودند، با وجود آن همه ناسزایی ها که از آنها سر می زند. مهر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نسبت به آنها کم نمی شود. خیلی حدیث های زیاد آمده است که به این مهر و غمخواری پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت می کند. یکی از زیباترین آنها حدیث است که ابن حبان از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می کند. وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم خوشحالی دیدم، گفتم ای رسول خدا به من دعا کنید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفتند خدایا برای عایشه گناهان گذشته و آینده آشکار و پنهانش را مغفرت نما. با شنیدن این دعا از خرسندی چنان خندیدم که سرم به بغلم رسید. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین خرسندی را دیدند، گفتند آیا از این دعایم چنین خرسند شدی؟ گفتم چرا از چنین دعایتان خرسند نشوم؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفتند قسم به خدا در هر نمازم برای امتم چنین دعا میکنم صلی الله علیه و سلم. باز از نشانه غمخواریشان نسبت به امت حدیث است که امام ابو داود از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفرها از پس قافله میگشتند تا کسی که با یگان سبب عقیب مانده است یارمندی کنند. کسی پیاده مانده باشد همراه خود به مرکب می گرفتند، برایش دعا می کردند. اینچنین در روایتی از امام احمد آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم باری در بامداد نماز را کوتاه کردند. از همه کوتاه‌ترین سوره قرآن را خواندند، در حالی که سنت است که در نماز بامداد قرائت دراز کرده شود، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند از همه سوره کوتاه را خواندند. صحابگان با تعجب پرسیدند که ای رسول خدا چرا چنین کوتاه کردید؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفتند آواز گریه کودکی را شنیدم و گمان کردم که مادرش با ما در نماز است. از این رو خواستم که مادرش را تیزتر برایش فارغ کنم. صلی الله علیه و سلم چگونه دل داشتند. باز در روایت دیگر امام احمد از بریده رضی الله عنه روایت می کنند که بار پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه بودند. همین دم نبیرگانشان حسین و حسین رضی الله عنهما در تن کرته سرخ غلطان و خیزان آمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را دیده از منبر فرآمدند و آنها را برداشته به نزدشان نشاندند و گفتند خدا راست گفته است که بیشک مال و فرزندانتان برای شما فتنه و امتحان است. من اینها را دیدم که غلطان و خیزان آمده ایستادند، طاقت کردن نتوانستم. من اینها را دیدم که غلطان و خیزان آمده ایستادند،
طاقت کردن نتوانستم و سخنم را قطع نموده آنها را برداشتم. صلی الله علیه و سلم. اینچنین امام بیهقی از بشر ابن اقربه رضی الله عنه چنین روایت کردند: در جنگ پدرم به شهادت رسیدم. در حالی که من گریه می کردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد من گذشته مرا دیدند و چنین گفتند: گریه مکن، آرام باش. می خواهی که من پدرت باشم و عایشه مادرت؟